هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر فرد مسلمان کوشش میکند تا که رضای الله را به دست آورد و سعی و تلاش میکند برای انجام دادن اعمال نیک و الله متعال بنده را برای کار نیکش دوست می‌دارد. صحابه را الله متعال برای خواندن سوره اخلاص دوست داشت. یعنی یک سوره اخلاص، یک سوره که بسیار کوتاه است و تقریبا هر فرد مسلمان سوره اخلاص را حفظ کرده است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره اخلاص را در سنت نماز سحر و در سنت نماز شام می‌خواندند. عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صحابه را با لشکری فرستاد و آن صحابه وقتی امام میشد هر نمازی را با سوره اخلاص تمام میکرد. یعنی حتما در نماز سوره اخلاص را میخواند. وقتی برگشتند صحابه ها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا رسول الله فلان صحابه در هر نماز سوره اخلاص را میخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از او بپرسید چرا این سوره اخلاص را در همه نماز میخواند. صحابه ها از او پرسیدند، او گفت در سوره اخلاص یعنی در سوره قل هو الله احد صفات الله متعال است و من این سوره را دوست می‌دارم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به او خبر دهید که الله متعال او را دوست می‌دارد. سبحان الله. یک سوره کوچک، یک سوره که هر فرد مسلمان تقریبا حفظ کرده است، ولی چی بزرگ است سوره اخلاص. و با خواندن 3 مراتب سوره اخلاص ثوابش برابر به ختم قرآن است. برای همین هر کار نیکی هست اگرچه در نظر ما کوچک است ولی در نزد الله بسیار بزرگ است.